برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به شما تماشاگران گرامی. لطفاً اگر صدای مرا میشنوید در چت یوتیوب بنویسید تا برنامه را آغاز کنیم. گفتم که صدا خوب است، برنامه را آغاز میکنیم. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز و گرامی، هموطنان عزیز، هر کجایی باشید صحت سلامت باشید. هر کجایی باشید در پناه خدا باشید. هر کجایی باشید با محبت وطن باشید. هر کجایی باشید در حفظ دین دیانت باشید و خداوند هیچگاه من و شما را از دوری از وطن نگه ندارد و به زودی به وطن رسیدن و در وطن زیستن را برای ما نصیب و همروزی بگرداند. تماشاگران عزیز، امروز ما تصمیم گرفتیم درباره چند مسئله هایی که در طول این هفته روی دادند با هم بررسی کنیم. یکی از موضوعهای اساسی که در طول این هفته روی داد این لطوکوب مهاجران دانشجویان در روسیه بود، در یک چند شهرهای گوناگون روسیه، خصوصا در اون طرفی شرق دوری روسیه، در حتی خباروفسک که ما کم بشنیدیم، سابقه کم داشت که در آنجا مهاجران را لطوکوب میکردن یا میزدن یا دست جمعی آنها را جمع آورده بازداشت میکردن. این گونه خبرها ما پیشتر نمیشنیدیم، لیکن حالا یک حادثه کم سابقه به میان آمده است که مهاجران را دست جمعی بازداشت نموده لطوکوب میکنند. این چه پیامی دارد؟ مگر روسیه میخواهد با ترس دادن مهاجران آنها را به جنگ روسیه علیه اوکراین جلب کند؟ چون بیشتری اهمیت روسیه هم بر این است که بیشتر به جنگ شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای کافکاس جلب شوند. اما تماشاگران عزیز، چنانه که میبینیم شاید مسئله دیگر باشد. ببینید، روز 19 می در منطقه خباروفسک واقع در شرق اوکراین بیش از 100 دانشجوی تاجیک دانشگاه کامسامولسکی لبی امور از سوی نیروهای ویژه شدیداً لطوکوب و شکنجه شدند. دسته آمان همراه کارمندان خدمات نیروهای فدرال به خوابگاه آنها زده در آمده آنها را بدون آگاه کردن به خوابگاهشان می‌دارند و آنها را بازداشت میکنند، زیر مشت و لگد قرار میدهند و گرفته میبرند، با همین دوبینگه ها میزنندشان. بعد از آن شب 21 و 22 می باشد، همگی بعد از 2 روز این حادثه 19 می در اون طرف در شرق دوری روسیه روی داد، در خودی کامسامولسک این حادثه روی داد. اما بعد از 2 روزش شب 21 و 22 می این حادثه در شهرک کاتلنیکی ولایت مسکو به عمل آمد. بیش از 300 مهاجر را بازداشت کرده دست جمعی میبرند، تمام شب نگاه میدارند و صبح 22 می تقریبا 30 نفرشون رو اخراج میکنند، یعنی دیپارتاسیون میکنند و باقی موندهشون رو که اکثریتشون شهروندان روسیه بودند آزاد میکنند، یعنی سر میدهند. اکنون نگاه کنید
دو روز پس حمله دیگر باره به این شهرک، یعنی 21 شب 21 و 22 مای این حادثه روی داد. تقریبا 300 نفر بردن، تقریبا 30 نفر رو اخراج کردن به تاجیکستان، دپورتاسیون کردن. باز بعد از این بعد از 2 روزی همین حالت باز هم تاجیکانی زیادی رو که در همین شهرک استقامت میکردن، باز تقریبا 100 نفر دیگرشون رو بازداشت میکنن. این دفعه گروهی 100 نفری تاجیکان از ساختمانی که به شرکت گازپروم ربط داد از همونجا بازداشت کرده میشوند و اکثری کلی آنها شهروندی روسیه بودگی هستند، یعنی شهروندی روسیه رو داشتند اکثریتشون. در اداره پلیس آنها رو مجبور به نشست و خیز میکنن، یعنی چی میگن، شیشته میخیزی میخیل دست پیش میکنی، شیشته خیسته هم میگیری تا بس گفتنی پلیس به این مجبور میکنن. چند تحقیرهای هم به مهاجران میشود. اما وقتی مهاجران میپرسن میگن که برای چی شما ما رو بازداشت کردید، برای چی ما رو اینجا آوردید، حجت هایمان خوب است، خوب است، شرمندی رو داریم، غیر قانونی کار کردیم نکردیم، پس برای چی ما رو اینجا آوردید و اینقدر تحقیر میکنید، عیب ما چیست؟ آشکار میگن که عیبتون تاجیک بودنتون است. یعنی عیبتون آشکار میگن تاجیک بودنتون است. اکنون نگاه کنید تماشاگران عزیز، اگر شبکه‌های اجتماعی رو تماشا کرده باشید، یک ویدیو برآمده بود که در آن یک گروه، یعنی یک توده ساکنان تهجایی جمع میشوند و به مقامات مراجعت میکنند، میگن که ما با کوچه برآمدن ترسیده ایستادیم، اینجا مهاجران زیاد شدگی هستند، اینجا رو میخواهند به انکلاو تبدیل دهند، یک انکلاو تشکیل کردگی هستند و اکثریت اینجا در کوچه ها مهاجران گشت و گذار میکنند و دخترهای ما از خانه برآمدن میهراسند، به دخترهای 13 ساله 14 ساله گپ میپرتایند و همین خیلی شکایتی دست جمعی کردگی بودن، یعنی اظهارات ویدیویی کرده در شبکه‌های اجتماعی پخش کرده بودن. بعد از همین پلیس میباید مسجد این شهرک رو میبندد و حجت‌های کامپیوترهایی که در این مسجد بود مصادره کرده با خود گرفته میبرد. اکنون تماشاگران عزیز، به ما بسیاری از نفرانی که ما رو تماشا میکنند سایت پیام رو میخوانند، از بیشتری منطقه های روسیه خبر داده ایستادند که برخوردی مقامات با مهاجران بخصوص تاجیکان یک باره تغییر یافتگی است و لحنی برخوردی مقامات، یعنی مناسبتی مقامات انتظامی با مهاجران تاجیک تندتر و خشنتر شدگی است. از اکثر منطقه های روسیه به ما این گونه خبرها آمده ایستاده است که واقعا این گونه مناسبت به مهاجران شده ایستاده است، یعنی مناسبتی تندتر و خشنتر از جانب مقامات انتظامی روسیه. اما تماشاگران عزیز، اینجا یک سوال به میان می‌آید که آیا مقامات روسیه چی نیت داشتگی باشند، با کدام سبب امروز آمدن با تاجیکستانیان و مهاجران تاجیک تندتر با لحن خشنتر مناسبت میکردگی شدند، حالا که چند سال آخر این گونه مناسبت نبود. هرچند چند نفر رو دپورت میکردن، یعنی اخراج میکردن و چند نفر هم از روسیه بازداشت میشد، اما با این لحن شدید نبود.
چرا این طور شد؟ یعنی درد مقامات روسیه چی است؟ روسیه با این مناسبتی تند محض با تاجیکان چی گفتن میخواهد؟ شاید اولین فکری که به نظر بیاید این باشد که تماشابینان عزیز به این فکر بیایند که شاید اوکراین به جنگ اوکراین همین خیلی ترس داده بردن میخواهد روسیه. فکر میکنم این طور نیست. کارشناسان ما هم گفتند که این طور نیست. ریشه تغییر برخورد مقامات روسیه با مهاجران به نظر ما در جای دیگر می باشد، در جای دیگر است. برای فهمیدن این سوپر تحلیلگر بودن هم شرط نیست، سوپر کارشناس بودن هم شرط نیست، سیاستمدار بزرگ بودن هم شرط نیست. فقط تنها کافی است که کی در کدام حالتها مقامات روسیه با مهاجران این گونه برخورد میکردند. فقط به همین اگر نگاه کنیم فهمیده می شود که گپ در چی است. زیر کاسه چنین کاسه وجود دارد. تنها ما نگاه کنیم که کدام وقتها روسیه با مهاجران تاجیک این گونه برخورد کرده بود، ما در حال پی میبریم که اینجا چی گپ است. نگاه کنید تماشاگران عزیز، اگر یادتون باشد این گونه اتفاق زمان افتاده بود که سال 2010 بچه حکومت سابق رئیس راه آهن تاجیکستان در روسیه با مواد مخدر دستگیر می شود. بچه حکومت خدای امام علی رحمان و اینها حکومت تاجیکستان در تاجیکستان 2 خلبان روس را بازداشت کرده بودند. یادتون هست؟ وقتی که 2 خلبان روس را در تاجیکستان اینها بازداشت میکنند به خاطر یک نرکدل را آزاد کردن، یعنی خدای رئیس جمهور را، بچه خدای رئیس جمهور را، یعنی اکمی اوکی داماد رئیس جمهور را، شاید خودی همون دامادش باشد نمیدونم. انا بعد اینجا چی می شود؟ اینجا یک رزبور کلام به میان میبیاید و روسیه میگوید چی میگن؟ گیلش تولی چی گپ است این؟ آها، سیل مهاجران را دیپارتاسه کردن سر می شود، در بازداشت ها سر می شود، در همون چیها را از بالا کامera میمونند، با درون ها نظارت میکنند و هر کجای پیدا کردن مهاجران کار کرده ایستادن رفته بازداشت میکنند و تاجیکستان گسیل میکنند، اخراج میکنند. این خیلی حالت خیلی زیاد شده بود تا اینکه تاجیکستان مجبور شد او 2 خلبان رو چیکار کند؟ آزاد کند. اما باید اقرار هم شویم که او بچه حکومت هم آزاد شده بود، به فکرم اگر خطا نکنم. اکنون همین خیلی تجربه ها خیلی زیاد هستند و چند بار که تکرار شده هستند. با به نظر گرفتن همین گونه تجربه ها با اطمینان کامل میتوان گفت که این دفعه هم غلام قهر خواجه‌اش را برآوردگی است. یعنی برای روسیه تاجیکستان مثل یک غلام است، غلام حلقه به گوش، باید دستهایش پیش بر باشد، هر چیزی که روسیه گفت اجرا کند. به سیاست روسیه من کار ندارم چی کار میکند، چی میگن، از زودش که میبراید زوری میکند، قندش را زند، از زودش که نبرامد اون کاری او است. لیکن شما نگاه کنید اینجا ما چی اساساً باید این را بررسی کنیم که
ما باید این رو بدونیم که چی سیاست نادرست تاجیکستان پیش گرفته است که روسیه این گونه مناسبت کند. ما باید از پی این شویم، وگرنه اگر چنین سیاست ها به پیش بیایند وادار به آن کنند که روسیه با لحن خشین به مهاجران مناسبت کند و این گونه بازداشت ها زیاد شود، چی پیامد دارد؟ ما باید این رو بدونیم، ما باید این رو تحلیل کنیم، ما باید این رو بررسی کنیم. اما اینکه چرا روسیه این طور کرد، چرا روسیه این خیل کرد، این گپ ها رو باید مقامات تاجیکستان در اقلا در سطح وزارت کارهای خارجی تاجیکستان حل کنند. ما شنیدیم که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان سفیر روسیه در تاجیکستان را اظهار کرد، اما او اظهار نبود، او ملاقات بود. در اظهار یعنی به نزد وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، وزیر کارهای خارجی یک دیپلمات، یک نمایندگی سفارت در زمان خوانده می شود که دعوت کرده می شود که نارضایت سخت به میان آمده است بین دو کشور. در همین حال دعوت کرده می شود. ملاقات چیزی دیگر است، اظهار چیزی. اینجا بیا یک بار گپ زنم گفتن چیزی دیگر است. اینجا بیا یک به من فهمون چی در روسیه چی گذشته است از نسبت شهروندان ما گفتن چیزی دیگر است. برای همین در یعنی دیپلماتیه دعوتی سفیری یک کشور به وزارت کارهای خارجی کشوری میزبان در حالت‌هایی به میان می‌آید که کشور میزبان از او کشوری که نمایندگیش یعنی سفارتش در اینجا است سخت نارضا است، سخت رنجیده است و میخواهد پیشی این پرابلم گرفته شود. یعنی نارضایتش را رسما به دست سفیر میسپارد وزارت کارهای خارجی. اما ما ندونستیم که وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مخری‌الدین سفیری روسیه در تاجیکستان را اظهار کرده است. آیا نارضایتش را سپرده است نسپرده است؟ ما نفهمیدیم، هیچ رسانه‌ای نشد، فقط گفتن که خوانده است، به سفارت دعوت شده است و چی گفتن چی کردن نمیدونیم. فقط در شکل ملاقات احضاری سفیر روسیه در تاجیکستان به فکرم به اتمام رسیده است، تمام شده است. اکنون شما نگاه کنید، آخر یک غلام در برابر خوجه‌اش چی احضار میکند، چی مثلا گریم نارضایتی میکند. همین با یک ملاقات و با دست پیش بر این خیل نشود ده، این خیل نکنیتون ده گفته گسل میکند. حالا خودی سفیر روسیه چی گفته است؟ آیا این بازداشت کنی ها دوام مییابد یا بس میشود؟ کار نادرست کرده است پلیس روسیه یا کار درست کرده است؟ در حقیقت در این باره گپ نیست. فقط گفتن که در بین دانشجویان یک نفر را جستجو میکردن که به سازمان های تروریستی مبلغ گذرانده است، کمک کرده است. اما متاسفانه یا اینکه خوشبختانه این نفر رو نیافتند و تصدیق نشده است این دعوای آنها. یعنی بر دروغ است، یعنی از دروغ ساختگی هستند. اکنون و چرا همین شب روز در روسیه این گونه بازداشت ها به میان آمد؟ چرا همین شب روز در روسیه به طور دست جمعی مهاجران بازداشت می شوند، لطوکوب می شوند، بالاشان فشار آورده می شود، با طور دست جمعی 20 نفر و 30 نفر به تاجیکستان اخراج می شوند؟ چرا چنین است؟ چرا همین شب روز آمده همین خیل شد؟ تماشاگران عزیز، مثل همونی که دو خلبان را بازداشت کرده بودند و یک رزبار کلان به میان آمده بود و بازداشتی
دسته‌جمعی مهاجران در آنجا به عمل آمده بود. انکنون این شب روزها چه حادثه روی داد که این طرح شد؟ به فکر ما همین این مسئله برمیگردد به نشست سران آسیای مرکزی و چین که در پکین چند روز پیش برگزار شد. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان هم رفته بود، اگر در یادتان باشد. چند روز شد در پکین رفت. در صفحه فیسبوک گفتن که شما مخالفین اینقدر تنقید میکنید. رئیس جمهور رفت به چین، 500 میلیون دلار پول آورد. وقتی که با سمالیات با پول گدایی سمالیات خرید چین رفت، گفته مخالفین تنقید کردن. یک نفر فیکی حکومتی نویست که شما این خیلی گفته تنقید کردین، با 92 میلیون دلار پرزیدنت سمالیات خرید، اما رفت 500 میلیون گرفته آمد. گفت لیکن 500 میلیون هم نباشد هم خیر. همین سفری رئیس جمهور به چین واقعا باید اقرار شد که یک کم باورور بود. واقعا باید اقرار شد که یک کم باورور بود. این رو هم گفته میگذارم حتما. اما تماشاگران عزیز، اینجا برای چی میگویم که همین بازداشت هایی که در روسیه شده ایستاده است ربط دارد به سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به چین؟ چرا چنین میگویم؟ دقت دهید. وقتی که رئیس جمهوری تاجیکستان به چین سفر کرد، او خودش تنها سفر نکرد. حالا شما شاید بگویید که تو میگویی رئیس جمهوری تاجیکستان به چین سفر کرد و در روسیه مهاجران تاجیک رو عذاب دادن. آخر اونجا رئیس جمهوری تاجیکستان خودش تنها نرفت، در اونجا رئیس جمهوری ترکمنستان رفت، ببخشید رئیس جمهوری قرقیزستان رفت. تمامی کشورهای آسیای مرکزی رئیس جمهورشان رفتن در اونجا، سران کشورهای آسیای مرکزی. چرا محض تاجیکستان؟ اکنون شما نگاه کنید، به مسئله های اقتصادیش دخل نمیکنیم. یک مسئله دیگر است. حالا ما فقط به این مسئله دخل میکنیم که چرا مسئله بازداشت مهاجران تاجیک در روسیه به سفر رئیس جمهور تاجیکستان به چین ربط دارد. نگاه کنید، چین در همین نشست پکین خودش را حامی کشورهای آسیایی مرکزی معرفی کرد که چون از این پیش این دعوا را روسیه داشت، یعنی برادر بزرگی کشورهای آسیای مرکزی روسیه بود و خودش را روسیه این گونه میپنداشت و دائم میگفت که شما زیر قنات من هستید، هر ناامنی که به بالای سر شما میبیاید در آنجا من هستم، آن را برطرف میکنم. و گرانتی یعنی کفیل امنیتی کشورهای آسیای مرکزی خودش را روسیه حساب میکرد. و حالا باشد چی؟ در همین جلسه پکین یعنی خطای این کفالت را داد و گفت که این کشورهای شما را من از هر گونه انقلاب‌های رنگه محافظت میکنم، یعنی انقلاب شدن نمیمونم در کشورهای شما، امنیت شما را تامین میکنم، بر ضد تروریسم اکستریمیسم برای مبارزه بردن حتما به شما کمک میکنم. همه این گپ‌هایی که پیشتر روسیه میگفت، این گپ‌ها رو خطای گفت، چین گفت. یعنی به طرف خودش کشورهای آسیای مرکزی را از بغل روسیه کشیده گرفتن خواست. اگر شما نگاه کنید، باز بغیر از این مسئله در اونجا چی گپ برآمد؟ در اونجا ساختمان راه آهن چین، قرقیزستان، قزاقستان
برای پیوستن به اروپا، یعنی در ضد روسیه به روسیه ندار اومده به اروپا رفتن، مسئله بررسی شد. یعنی کشورهای آسیای مرکزی را از پایبندیش بر روسیه آزاد کردن ها از جهت یعنی راه نقلیات بررسی شد. یعنی راهی را آهن میسازیم، بر روسیه وارد نمیشوید، راست به اروپا میروید. چرا به این روسیه مثلا گریم خاموش باشد؟ این داد و فیغانی که مثلا گریم این زدرلت تو کوب کردنی که تاجیک ها رو کرده ایستاده است، کتایس ها رو کرده، کتایس ها رو که نمی کند روسیه، زورش به غلام خودش میرسد. یعنی البته تاجیک ها رو لطکوب میکنند. چین در همین نشست پیکین اعلام کرد که آماده کمک به کشورهای آسیای مرکزی برای تقویت یعنی قدرت نهادهای حفظ حقوق در زمینه امنیتی و دفاعی می باشد. یعنی آماده کمک است به کگب، کمیته امنیتی ملی، کدام کمیته دولتی امنیتی ملی، تمام حالا کاردشون در روغن می شود. خطای پولک دادن میگیرد، اینو کامپیوتر خریدیم، نظارتی خریدیم، خاکر جلب کردیم، ما مخالفین پیگیری کرده ایستاده ایم، تروریست ها رو قبیده ایستاده ایم، از این کرده ایستاده ایم. برای چی گزارش های مقامات تاجیکستان، مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان، خصوصا وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی، خودی این است که تاجیکستان مثل این است که یک کشور کریمینالی و تروریستی است. فلان هزار تروریست دستگیر کردیم. بعضی گزارش ها رو میبینید گویا هر روز 10 تا تروریست دستگیر کردگی هستند. فلان از بدخشان فلان هزار عدد سلاح های جنگی مصادره کردیم. فلان هزار عدد اگر جمع کنی از فلان میگن ناحیه، اگر شهروندانی یعنی نفوذ اهالی همون اهالی رو، نفوذ اهالی همون ناحیه رو حساب کنی، او تعداد سلاح‌های جنگی را که اینها مصادره کردن از نفوذ اهالی زیادتر، عددش از عددی اهالی زیادتر. اقلا وقتی اعلان کردنی عددی مصادره عددی سلاح‌ها، اقلا نمیگویند که حساب نمیکنند که در این ناحیه چند قدر اهالی وجود داشت. اقلا یک بار حساب کتاب کرده بعد عددی سلاح‌ها رو اعلان نمیکنند. همین برای وایمه کردن اعلان کردن میگیرند. برای چی؟ برای انا خیلی چیزها ما کمک چین رو گرفتن. انا این خوجه خارجی میگویند، داشتن خوجه خارجی. شما آماده هستید که برای بدنام کردن ملت برای سرخم کردن ملت از خوجه خارجی تو مبلغ گرفت. یعنی برای از خوجه خارجی مبلغ گرفتن شما آماده هستید که این طور کرده گوییم فهموتر است، شما آماده هستید که ملت رو بدنام کنید، تروریست معرفی کنید، اکستریمیست معرفی کنید، سلاح به دست معرفی کنید، کریمینال معرفی کنید تاجیکستان رو. به این آماده هستید. یعنی برای اون که از همین تاجیک، اولش بگویم از همین تاجیک دیده مردمی آرام، طبیعت، سردوست در یگان جای دنیا نمیابی. همین مردمی سردوست و آرام طبیعت را، مردمی فرهنگ دوست را، اینها به تمام دنیا یک ملت کریمینال، یک ملت خشین، تروریست، اکستریمیست معرفی کرده هستند. تنها به خاطر کیسهشان رو پر کردن، تنها به خاطر آن که پول به دست بیارن. من گفته است من به امنیت تو به مسائل دفاعی چیکار میکنم؟ کمک میکنم. تنها برای همین کمک به دست گرفتن اینها وایمه میکنن. او شما مخالفای ما را نمیدونید، اونها اگر اینجا بیاین میدونید چی میشود. بعد
ҳамин воҳимаҳо сабаб шудагиаст ки Хитой Тоҷикистонро водор кардагиаст ки болои диндорон фишор оварда истад. ҳамин сабаби болои диндорон фишор овардани Тоҷикистон ҳам ҳамин маблағ аст, пул ба даст овардан аст. агар ҳамин пул ба миллат мерасид ин қадар ҷон-дард намекард. аз як доираи муайян ҳамин маблағе ки мебиёяд берун намебарояд. яъне фишор болои диндорон, саркӯби диндорон, бастани масоҷид ҳама ин бизнеси як доираи муайян аст. яъне ба хотири як бизнеси худашон ин қадар мардумро бадном мекунанд ва ин қадар мардумро саркӯб мекунанд. ин талаби хоҷа аст, талаби хоҷаи хориҷӣ. барои чӣ? барои он ки ӯ кишвар бо мо ҳамсарҳад аст. яъне манфиатҳои худро дорад. намехоҳад ки дар Тоҷикистон касоне ба сари қудрат биёянд ки мухолифи ақидаву андешаҳои ӯ кишвар ҳастанд. масалан гӯем чин ҳастанд. сиёсати чин чӣ аст? ҳамамон медонем. барои ҳамин ӯ мехоҳад сиёсати ӯ кишваре ки пул медиҳад, маблағ медиҳад, ӯ сиёсаташ ҳамоҳанг бо сиёсати худаш бошад. ана барои ҳамин инҳо диндорҳоро саркӯб мекунанд, чӣ хеле ки дар Хитой саркӯб мешавад. масҷидҳоро мебанданд, чӣ хеле ки дар Хитой баста мешавад. рӯймолҳоро мекашанд, чӣ хеле ки дар Хитой рӯймолҳо кашида мешавад. ва ана ин тавр аст. аммо ҳоло ин масъалаи дигар аст. масъалаи асосие ки мо инҷо баррасӣ карда мехоҳем ин аст ки чуноне ки гуфтам, чаро ин таъсир ба ҳамон ин корҳои Пекин таъсир ба корҳои Москав дорад, ба муносибати Москав ба муҳоҷирон. акун шумо нигоҳ кунед, тамошобинони азиз, биёед ошкортар гап мезанем. чаро аз Хабаровск боздошти муҳоҷирин оғоз шуд? дар шарқи дур ӯ тарафи охири Русия. он тарафаш дигар Япония мешавад. як қисмаш Хитой, як қисмаш Япония мешавад. ҳамин сарҳади Хитой. аз сарҳади Хитой чаро сар шуд ин кор боздоштҳо? нигоҳ кунед. аслан пештар ҳамин хел кори борҳо, яъне боздоштҳо аз Москав сар мешуд, Санкт Петербург мерафт, як камтар зиёдтар воима кардани шаванд. масалан гирем Екатеринбург мерафтанд ё Самара мерафтанд, ё ҳам шаҳрҳои калон, ё фарз кардем Новосибирск. дар ҳамин шаҳрҳои калон яъне маҳдуд буд ин гуна фишорҳои дастаҷамона. яку якбора аз ӯ тараф сар кардан, аз сарҳади ҷопону аз сарҳади Хитой. барои чӣ? як чиз дар инҷо аст. дар сомонаи расмии ҳукумати Хитой рӯзи 2 феврал фармони вазорати манобеи табиии Чин таҳти унвони қоидаҳои тасвир дар харитаҳои боз нашр шуд ки дар ҳамин матлаби нашр шуда ба минтақаҳои назди сарҳади Русия ҳамроҳ бо номҳои русӣ номҳои чинӣ низ гузошта шуд. ин чӣ маъно дорад? яъне нигоҳ кунед, Сахалин навишта шудагиаст. ҳоло ба сайти Паём ворид шавед, мо дар сайти Паём гузоштем ин чизро, харитаро мебинед чӣ хел омодаги аст. ба Сахалин номи Куэдао гузоштаги ҳастанд. шаҳри Благовещенск Хайланпао навишта шудаги аст. Владивосток Хайшенвай, Уссурийск Шаученси. медонед Хабаровска Хитой чӣ ном мондааст? Боли. ва ҳамин хел шаҳру шаҳракҳо
калонухур дар баробари мисол хабаровск нестанд, дар поинаш боре нависта шудааст бо чинӣ, бо ҳуруфоти чинӣ. акнун ҳамин минтақаҳо дар асри 19 замоне ки кишвари чин он замон таҳти раҳбарии сулолаи Цин буду зери ихтилофҳои зиёди дохилӣ қарор гирифтагӣ буд, ана ҳамин минтақаҳо Русия зада гирифтагӣ буд аз Хитой, аз худ кардагӣ буд. анакнун ҳамин минтақаҳоро ҳамин масалан инҷо ҳозира агар сарҳади Русия муайян карда шуда бошад, Хитой омодаги аст аз дарунтар сарҳадашро муайян кардаги аст, сарҳадашро кашидаги аст. аллакай ҳамин харитаро дар мактабҳо даст гуфта истодаанд дар Хитой, ки харитаи мо ин аст асосан, яъне мо дар яъне сарҳади мо инҷо нест, дар айн дарунтар аст. дар инҷо Хабаровск, ин кишварҳо, ин шаҳрҳо яъне дар дохили Чин ҳастанд. акун шумо нигоҳ кунед, ба ғайр аз ин дар ин харитаи ки аллакай расонаӣ шудагӣ аст, барои нашр ва фурӯш аз ҷониби вазорати манобиъи Чин бо ранги бунафш сарҳади таърихии Чин ки қисмати бузурге аз Русияи имрӯзаро фаро мегирад ва бо ранги сурх сарҳади имрӯзаи ин кишвар тасвир шудагӣ аст. яъне зоҳиран Русия дар ҳамла ба донишҷӯёни тоҷик маҳз дар ҳамин Хабаровск ки он тарафи Русия, мақомоти Россия якбора як тири ду нишон кардаги аст. як тири ду нишон яъне чӣ? якум нишони ин аст ки бо ҳамин як тир ҳам Тоҷикистоно задагӣ аст ва ҳам ба Россия чӣ додагӣ аст, яъне ҳам ба Хитой як башорат додагӣ аст ки бародар ҳаққи ҳамсоя ин корро накун, ин кори карда истодагиат нодуруст аст гуфта огоҳӣ додагӣ аст ба Хитой Русия. Тоҷикистонро гуфтагӣ аст ки худатро ҷанг кун, ту чӣ худсарона инҷа ба инҷа рафта аз пеши худат ҳар хел қарорҳо мебарорӣ, ҳар хел қарордодҳо имзо мекунӣ, гуфтушунидҳо мекунӣ. чӣ гап худаш? Кидат разбор надорад? лекин ин кидатҳо паёмади бениҳоят бад дорад. яъне Русия бо ин боздошти муҳоҷирон, донишҷӯён ба Тоҷикистон ҳушдор дод ки аз ҳамкории зич бо Чин худдорӣ кунад. ва ба Хитой ин башоратро дод ки ҳар кӯшиши чашмало кардан ба дохили Русия ба дарунтар аз сарҳад мешавад, ин посихи тунде хоҳад дошт. яъне як тири ду нишон зад бо боздошти муҳоҷирон, маҳз муҳоҷирон. ҳоло барои чӣ маҳз муҳоҷирон? ни тоҷик гуфта мегузарам, инҷо дар бораи Хабаровск гуфтем. ҳоло биёед инҷо бифаҳмем ки дар Хабаровск фаҳмидем он тараф сарҳади Хитой будааст, дар инҷо ин хеле гапҳо будааст. шояд шумо бигӯед ки ин хел гап мезанед, ту чаро дар котелники дар назди Москав ҳам ин хеле боздошт шуд ку? ба ин чӣ мегӯӣ? шояд савол пайдо шавад, тамошобинони азиз.
باید بفهمیم که برای چی در کتلنیکی در نزد مسکو هم، یعنی در مسکوسکی اوبلاست هم این خیلی حالت به میان آمد. طبق معلوماتی که ما دسترس کردیم، در این شهرک یکی از سرنفوذترین جماعت‌های تاجیکستان، یعنی جماعت‌های تاجیکان زندگی میکنند. بیشتری اهالی چند محله این شهر را تاجیکان تشکیل میدهند. یعنی از روس‌ها، از مردم تاجیکی، مهاجران رفته در اونجا خانه تشکیل، خانه ساخته، خانه بنیاد کرده، خانه به اجاره گرفته زندگی میکردگی زیادتر است. حتی شهروندان خود روسیه شدگی مهاجران تاجیک زیاد هستند. و در این کوچه ها مردمان تاجیک، یعنی مهاجران تاجیک، از روس‌ها بیشتر گشت و گذار میکنند. اکنون نگاه کنید اینجا چی شدنش ممکن؟ اینجا با سرکوب کردن مهاجران، مقامات روس شاید دو چیز رو میخواهند. یکم میخواهند به حکومت تاجیکستان هشدار بدهند، دوم میخواهند به مردم خودشان را آرام کنند. یعنی مهاجران رو میزنند، میکوبند و برده بازداشت میکنند، اخراج میکنند، آنها رو در نزد همه مردم رفته بازداشت میکنند و به همه مردم نشون میدهند که اینها هرچند شهروندی روسیه رو گرفتگی هستند، هرچند به کارگر نیاز دارند و اینها رو اجازه دادگی هستند که از وطنشون بیان در اینجا کار کنند، اما اینها هر وقتی که خواهند میزنند، میکوبندشون، بازداشتشون میکنند و قید در کار شود، لازم شود اخراجشون میکنند. شیفاشون هم اخراج میکند، زوراشون هم اخراج میکند، حقوقدانهایشون رو هم اخراج میکند. میتوند این رو روسیه کند. یعنی به مردم نشون میده، یک کمتر مردمش رو آرام میکند که نه، شما این خیلی فکر نکنید که ما به اینها حقوق به شما برابر داده هستیم. روسیه این رو پنهان نمیکند، در قانون‌هایش هم گفته شده است که هر وقت که یک نفری که یک خارجی که شهروندی روسیه رو میگیرد، هر وقت که به قانون‌های روسیه احترام قائل نیست، به سیاست روسیه احترام قائل نیست، میتوند شهروندی او را لغو کند، یعنی انولی رود کند و خود او را اخراج کند. این خیلی نفرهایی که شهروندی روسیه داشتن به 50 سال و 100 سال دیپارتاسیون شده تاجیکستان رفتگی ها زیادن. یعنی همین شخص، یعنی آداب و اخلاق همین شخص به فرهنگ روسیه راست نمیوه. شخصی نالازم به روسیه، یعنی خیلی قانون ها دارن، با 50 سال و 100 سال اخراج کردگی هستن. یعنی روسیه با این مناسبتش به مهاجران، یکم به مقامات تاجیکستان هشدار داد که گفت که تو اگر این خیلی خودسری کنی، همین از غلامی همین خیلی که سر برداشتی، همین مهاجرات میگیرم، دفش میکنم، همین میروم در میدان سامانی کلت از زمین میشه، پاید از آسمان. این مهاجرات تو رو همین خیلی میکنم. یعنی اگر همین مهاجرات به تاجیکستان برود، نان خوردن نیابد، به میدان میریزد. یعنی این انقلاب به عمل آمدنش، پریورات به عمل آمدنش دور نیست اگر همین مهاجرات رو روسیه اخراج کند. انا برای همین گفت که پایت رو، قدمت رو دونستمون. هرچند با درک این مسئله من تگ دلم یک کمتر خرسند است. که یعنی حکومت کشور من هم این خیل اقدام ها، یعنی اقدام های مستقلانه میکرده است. یک کمتر تگ دلم خرسند است، باور کنید. لیکن سیاست خطا است. این طور نمیشود. با این حالت
русҳо чӣ гуфта истоданд? худашон чӣ доранд мегӯянд ки будте как дома, но не забивайте, что вы в гостях. худатонро ҳамчун дар хонаи худатон эҳсос кунед дар Русия, аммо фаромӯш накунед ки шумо меҳмон ҳастед инҷо. бубинед? анакунун ба саволи чаро фақат Эмомалӣ нарафт ба Чин, баробари Эмомалӣ президенти Қирғизистон ҳам рафт, президенти Ӯзбекистон ҳам рафт, президенти Туркманистон ҳам рафт, президенти Қазоқистон ҳам рафт. чаро маҳз тоҷиконро ин хел боздошту муносибати хашин карданд? чаро? нигоҳ кунед. ҳамин Тоҷикистон баръакс вобастагиаш ба Русия кам нашудааст. русияро ҳамчун акааш эҳтиром мекунад. ҳар чизе ки Русия гуфт иҷро мекунад. нисбати масалан гирем Қазоқистон ё нисбати Ӯзбекистон, ҳатто нисбати Туркманистон. Туркманистон ба тамом як сиёсати мустақилона дорад ки дар ин бора ҳам камтар гуфта мегузарам. Тоҷикистон баръакс гаправу гапдарои Русия аст. чаро маҳз муҳоҷирони тоҷикро ин хел азоб доданд? чаро? бубинед, Ӯзбекистони Қазоқистон солҳост ки бо сурат вобастагиашон аз Русияро коҳиш медиҳанд ва ҳарчанд ҳанӯз ҷуръати рӯ ба рӯ мустақим гуфтушуниди дар кора такун гуфтани бо Путинро надоранд, лекин оҳиста оҳиста бисёр тасмимҳои мустақилона мегиранд. хусусан Қазоқистонро бубинед чӣ қадар тасмимҳои мустақилона мегирад ва ҳатто дар бораи гапҳои масалан гирем Қазоқистон дар бораи Донбасс, Крим чӣ буд? гуфт ки мо инҳоро ҳамчун объектҳои яъне субъектҳои ҷудогона аз Украина намедонем, масалан гирем намешиносем. дар пеши Путин гуфт, Қосимҷомарт Тоқаев гуфт. чаро ба ин қадар қаҳри Русия набаромад? ҳамоне ки қаҳраш нисбати корҳои рафторҳои Эмомалӣ Раҳмон баромад. асосан нигоҳ кунед, Ӯзбекистону Қирғизистонро гуфтем, Ӯзбекистону Қазоқистонро гуфтем, Туркманистонро ҳам гуфтем. ҳамин ҷо ҳамин ду кишвар Қирғизистону Тоҷикистон яккам вобастагиашон ба Русия зиёд аст. ягон фишанге ҳам надоранд ки барои Россияро яккамтар ба гапҳояшон даровардан, яъне нозу нӯзашонро Россия бардоштан ва баъзе аз ин саркашиҳояшонро ба баъзе аз ин саркашиҳояшон Русия чашм пӯшиданаш ягон фишанг доштагӣ бошанд. Тоҷикистон ҳам надорад, масалан гирем Қирғизистон ҳам надорад. ин қадар фишангҳои чашм аст. ва ҳоло шояд ана ҳамин вақте бо Хитой ин қадар муносибатҳо карданаш ва ин хел эълонҳо шуданаш ки амнияти Тоҷикистон кишварҳои Осиёи Миёнаро Хитой ба уҳда мегирад, ҳар инқилобҳои ранга шудан намемонад. ин шояд ҳаминам фишанг ба Русия бошад, чунки ин кафолатҳоро Русия медод. ва аммо барои диктатор вақте гуфта мешавад ки дар кишвари ту ман инқилоби ранга шудан намемонам, инқилоб кардан намемонам, яъне ту дар ҳамин сари қудрат меистӣ, ин гапи хеле хуб аст, ин гапи хеле калон аст. ҳар кишваре ки ин гапро гуфт, як диктатор ба ҷону дилаш қабул мекунад. бояд Русия инро ҳам дарк кунад, инро ҳам фаҳмад. Эмомалӣ Раҳмонро дарк кунад Русия. нигоҳ кунед,
اینجا یک چیزی دیگر هست. امورهایی که در این آخرها نشر شدگی هستند از زمان سر شدن حمله روسیه به اوکراین صادرات قرقیزستان بر روسیه 9 مراتب زیاد شدگی است. صادرات قرقیزستان بر روسیه 9 مراتب زیاد شدگی است و صادرات تاجیکستان 1.5 مراتب زیاد شدگی است. فهمیده شده؟ یعنی 5 برابر قرقیزستان 5 برابر تاجیکستان قرقیزستان بر روسیه زیاد مال صادرات کردگی است. شما نگاه کنید. تحلیلگران بخصوص کارشناسان غربی افزایش صادرات از آسیای میانه بر روسیه را اساساً به دور زدن تحریم های غرب ربط میدهند و امور هم نشان میدهد که بزرگترین سهم در این کار را قرقیزستان دارد. یعنی برای دور زدن تحریم رو در دور زدن تحریم غرب برای روسیه قرقیزستان سهم بزرگ دارد و چرا مثلا گریم یک کشوری که در پادشاهی روسیه است، یعنی اینقدر روسیه رو دستگیری میکند، در همین حالت سختش روسیه مناسبتی بد کند، به قرقیزستان نکرد. طبیعی است که فشار بالای مهاجران قرقیز روسیه رو از یک کانالی دور زدن تحریم ها میتواند محروم کند. قهری مثال گریم قرقیزستان قهرش براید تو به این از این کمک ها دست کشد. حالا چند شرکت های قرقیزستان اگر رسانه ها رو خوانده باشید مورد تحریم کشورهای غرب قرار گرفتند. به کدام خاطر؟ به همون خاطر که برای دور زدن روسیه از تحریم، یعنی گریختن روسیه، چپ دادن روسیه از تحریم های غرب، قرقیزستان کمک کرده است. گفته چند شرکت های قرقیزی را کشورهای غرب تحریم کردند. این هم از همان درک میدهد. یعنی در همین حالت جنگی 9 مراتب صادرات قرقیزستان زیاد شده است. اکنون اینجا کی ماند؟ دو کشور دربارش گپ نزدیم. درباره ترکمنستان گپ نزدیم، درباره تاجیکستان بیچاره. ترکمنستان رو گفتیم هیچ کس گوش نمیکنه. برای چی؟ حالا گپ میزنم. ماند اکنون تاجیکستان بیچاره. اکنون تاجیک ها چکار میکنن؟ مهاجران تاجیک دانشجو هست میوای، بیزنسمن هست می، شهروندی گرفتگی هست می، ویدنجی تلسو گرفتگی هست می، RVP گرفتگی هست می. یک خودش طاقه جواب میدهد. 4-5 کشور رفتن به پکین، در اونجا گفته شنید کردن، فقط تاجیک ها جواب میدهند. فقط تاجیک ها جواب میدهند. تماشابینان عزیز، هر کسی که میخواهد فکر اندیشه خودش را بگوید، شاید به فکر اندیشه ما راضی نباشد، مرحمت در زیر نوار لینک وارد شدن به استودیو گذاشته شده است و هم رقم واتساپ گذاشته شده است. میتوانید زنگ بزنید و فکر و اندیشه های خود را در این باره بگویید. حالا من اینجا درباره ازبکستان گفتم، قزاقستان گفتم، قرقیزستان گفتم، ترکمنستان را کم گفتم. من میخوام اینجا درباره ترکمنستان گپ زنم. هر وقت که شما وارد شدید، یگان کسی وارد شد، یگان کسی زنگ زد به رقم واتساپ یا توسط لینک در پایان نوار گذاشته شدگی، در اپیسان گذاشته شدگی وارد استودیو شد. مرحمت، من صحبتم رو ختم میکنم، نوبت رو به شما میدم. تا اون وقت من صحبتم رو دوام میدم. نگاه کنید،
تاجیکستان و ترکمنستان میدونیم که مرز مشترک ندارند، با هم مرز نیستند، اما مانندی بعضی از مانندی های سیاسیشان، یعنی طرز اصولی دولتداریشان، آنها رو در بسیاری از رده های در رده بندی ها به هم همسایه میکنند. مثلا در آخرین رده بندی که سازمان بین المللی خانه آزادی آمریکا انجام داد، تاجیکستان و ترکمنستان به عنوان کشورهای کاملا خودکامه در پهلوی هم قرار گرفتند، همسایه هم. اکنون شما نگاه کنید، سردار بردیمحمدوف دائمی می امسال سفری رسمی به تاجیکستان انجام داد. حالا سردار بردیمحمدوف گفتم تنها به این خاطر است که همین برادر گرامی امید جیهانی چند بار به همین تذکر داد. همین سردار به فکرم خیلی دوستش می‌داره، گفت نامش به تاجیکی بگیرید. اما این سردار بردیمحمدوف است، پدرش هم قربان قل نه، قربان گل است. من به همین چیم تنها به همین خاطر که تاکید بر این کرده که نامش رو به تاجیکی گیریم، بگذار باشه سردار بردیمحمدوف، آقای امید جیهانی. اکنون امامعلی رحمان بینهایت آمدن سردار بردیمحمدوف به تاجیکستان را خیلی یک نشانه خوب اعلان کرد و نشانه خیلی خوب دونست. اما این سفری سردار بردیمحمدوف پس از آن صورت گرفت که هر دو این رئیس جمهور، هم امامعلی رحمان و هم سردار بردیمحمدوف، در مسکو واخوری کرده بودند. همونجا گپاشون رو گفته میشنیدند، بس بود. امامعلی رحمان رفتگی بود مسکو، سردار بردیمحمدوف رفتگی بود مسکو، هر دوشون در اونجا گفته شنید کردن. یک بار باز اومد سردار بردیمحمدوف تاجیکستان. شاید پیش رستم امامعلی آورد که سردار بردیمحمدوف گفت بچه‌م یک بیا تاجیکستان، یک همین بعضی از تجربه ها رو باید به رستم بگویی، یک گپ زن. سردار بردیمحمدوف برد به رستم بعضی گپ ها رو یاد. اما نگاه کنید، امامعلی رحمان خودش قانون رو طرز ساختگی است که به تمام عمرش تا مردنش میتواند پرزیدنت تاجیکستان باشد. تفاوت رو ببینید. اما قربان قل بردیمحمدوف گفتنش هم مشکل، آقای امید جیهانی. قربان قل بردیمحمدوف در حالت زنده بودنش سردار بردیمحمدوف پسرش رو به تخت نشان، هرچند بسیار کارها رو خودش انجام میدهد، در زنده بودنش به تخت نشان گفتن این پرزیدنت است. اما امامعلی رحمان حالا به این باور نیست که پسرش به سر قدرت بیاید و کار را ویران نکند. برای همین پیش همه این رو گرفتگی است. خودش میتواند تا مردنش رهبر کشور باشد، با قانون‌های مخصوص دارد، پیشوای ملت و اساسگذار صلح و وحدت ملی و هاکذاها، و این قانون‌ها به او حق میدهند که تا مردنش هم در رأس حکومت باشد. چیزی دیگر، هر چند روز بعد اعلان می شود که تاجیکستان فلان میلیون دلار از چین قرضدار شده است، فلان کانی خود را به چین داده است و فلان میلیون قرض گرفتن را امضا کردند. اما ترکمنستان چی؟ ترکمنستان همین چند ده پیش، حالا
سندش رو یوبام اعلان میکنم. میگویم اتون اعلان کرد که دیگر از چین قرضدار نیست. دیگر از چین قرضدار نیست. قرض هم گرفتنی نیست. فهمیده شده تفاوت بین تاجیکستان و ترکمنستان. دیگر از روسیه دیگر از چین قرضدار نیست ترکمنستان. قرض هم گرفتنی نیست. برعکس با چین مناسبت ترکمنستان تنها تجارتی است. حالا ببینید سندی که به امضا رسانیدگی هستند، سند تجارتی که به امضا رسانیدگی هستند، 80% گز ترکمنستان رو خطای خریدنی است. 80%. این خیلی کلینت از کجا میاد؟ این خیلی مشتریه که 80% مولد رو بگوید من میخرم. 80%. یعنی فایده به دست میبیارد. رنگ ما قرض گرفته با فایز قرض کنها رو به دست خطای دادگی نیست. یا گازش رو انا به من قرض ده در عوضش گاز میدی هم نگفته است ترکمنستان. اعلان کرد که اول در همین سال گذشته سال 2022 اعلان کرد که تمام قرضهای چین رو پرداخت کرده است. فعلا هم که اگر با چین نزدیک شدن میخواهد این نزدیکی از روی تجارت صورت میگیرد. حد اقل از طرف حکومت ترکمنستان تلاش میشود تا این نزدیکی با تجارت صورت بگیرد، نه با وابستگی، یعنی با قرض گرفتن. قرض که گرفتی وابسته میشوی. حالا چرا روسیه از ترکمنستان نمیهراسد؟ از اینکه با چین مناسبت کرده ایستاده است. یکمش این که ترکمنستان بر روسیه مثل تاجیکستان اینقدر زبان کوتاه نیست. شما مهاجران تاجیک چند سال به یک بار به مهاجری ترکمن در روسیه روبرو میشوید. ندارد مهاجر در روسیه ترکمن. خیلی کمی کم. برای همین وابستگیش حتی بر روسیه نیست. مو اینقدر هم بر روسیه مناسبتمون بده، ببخشید، هم بر روسیه ما وابستگی داریم، هم به خطای. مثل ایلک گفتی عبدالقادر رستم، این سوروم میزنی اون سوروم میزنی، گناه من چیست که شتر شتر میزنی. چیستان گفتن با در جوابش گفتن که این مهاجری، این بیچاره تاجیک، این سوروم میزنی اون سوروم میزنی، گناه من چیست که شتر شتر میزنی، شته میزنی. عبدالقادر رستم نویسنده تاجیک جواب این چیستان رو گفتن انمی مهاجرای تاجیک هستند. ببینید فقط کیمون تاجیکستان مون. حالا یک کمتر در همین شب روز ها این وعده وعیدی که با خطای نکرده است کرده است و اجرا نمی کند، حتما خطای هم قهرش می براید. میدونید تمام مجموع محصولات داخلی تاجیکستان وابسته پول مهاجران است. مجموع محصولات داخلی تاجیکستان وابسته مهاجران تاجیک است. اقتصادی تو تاجیکستان از حساب مهاجران تاجیک در روسیه میچرخد. قرض ها رو از خطای گرفتگی از تاجیکستان من از عملیات میخرن، هواپیما میخرن، در آفشور پول رو برده ذخیره میکنن، خزینه میکنن، در شویتزار میبرن، ویرجینیا میبرن. لیکن کی سرخم، کی زبون کوتاه، کی شته میخورد، شتر شتور میخورد؟ مهاجری بیچاره تاجیک ملت. چرا؟ سیاست نادرست است.
یعنی سیاستمداران ما، حکومتداران ما، جهانبینیشان تا به این نرسیده است که از همین پیش پایشان اون طرفتر یا از خانه خودشان اون طرفتر یا از محله خودشان اون طرفتر رو ببینن. اینها چه فکر میکنن؟ مثلا اگر انمی خانه خودشان موندگی انمی صحرا و در صحرا این خلق نه، ملت نه، بزرگوله هایشان چریده گشته است. کدامش یک کمتر فربهتر شد آورده میکشن، کدامش شوخی کرد آورده با چایله محکمش میکنن، با شاخش میزنن، یعنی زندانش میکنن. دیگه آدم نیست بغیر از همین یک توده معین در تاجیکستان دیگر آدم حسابیده نمیشوند. اگر آدم حسابیده میشدن این گونه رفتار نمیشد. این طرف میری پول کنده میبیویی، این طرف میبیویی پول کنده میبیویی و چکور میکنی؟ مردم رو اینقدر سرخم و زبان کوتاه میکنی. به کجا میبرید؟ حتما وقتی که شما از مردم همه این مبلغ رو گرفتید، نتیجه چی میشود؟ مردم این مبلغش رو برگردانیده میگیرن. نفری وارد شدن همراه کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب است، سلامت باشه اکا. زنده باشه. تشکر زیاد برادر عزیز. رحمت برای قبول کردگیتون. میخواستم مورد موضوعتون یک فکر ارزشی خودم بیان کنم. چرا مهاجران رو و هم اینجا هم مهاجران رو و چرا دانشجویان رو در روسیه لطکوب کردن. اگر اجازه شروع کنم. بفرمایید. چند تا شمال است که من بفرمایید. همین ما اگر همین خفی اکا شوکت در نظر گیریم، همین چند سال شد وقتی در یاد داشته باشید یک بار دیگه وقتی که همین هواپیمای روسیه را که در روسیه در تاجیکستان قمپیده بودن در شهر قرغان تپه همین خیلی واقعا شده بود چه تاجیکا را زده بودن. نه که همین تا حاضر همین تاجیکا را هم میزنن. تاجیک سخت قدر داره و تاجیک قدر نداره در روسیه. همین خیلی با گپ خودمون گیریم، با لهجه خودمون گیریم و ما فکر میکنم پشتی یگان با همین تاجیک خودمون هم ایستادگیه، دنی دادگیه، برای که حاضر مهاجرا هم دیگه چه گم اینا همین روسیه استفاده بردنی بود. همین فکر میکنم که مردم خودمون استفاده بردنی بود. رحمت برای همین مبارزان و شخصان گروه های سیاسی که برو اومدن گفتن پیشکی بر شبکه‌های اجتماعی گفتن که تاجیکستان همشون پیشکی وادار کردن که نروند این جنگ ما نیست. ما با همین خیمه کردن میخواستن که همین مردم ما را با نامشون سیاه کنن. همین کشید که تاجیکستان ما همین مردم تاجیکای ما هم دیگه چون قفا کشیدن. یک در مسئله در روسیه هم خیلی بود که همه اوجه رفتنی بودن اون طرف. نه که کوشش کردن مردم گفتن که اینجا جنگ ما نیست، ما این باید این کار رو نکنیم، برای که این کار رو با دستور سر مردم تاجیک میزنن. اما همین خشید که این دیگه آخر وقت دیگه تاجیکستان هم همش قفا کشی کردن. مردمی که شخصی گرجدانی روسیه بود و یارم قفا کشی کردن دیگه دخم خد جنگ ما نیست دیگه ما رویم. بعد همین کارم روسیه شروع کرد که تاجیکستان تاجیکا را شونبینی. بعد برو اومدن تاجیکا را روسا میتینگ کردن، تاجیکا بسیار شدن در اینجا، تاجیکا را باز زدن سر کردن، مهاجران را لطکوب کردن، این همین دانشجویانی که لطکوب کردن اینا را هم همین برو اومدن یا دانشجویانی که لطکوب کردن شونه زدن شونه. فکر میکنم که اینا در پشت اینجا یک بازی سیاسی رفته است. اینجا پشتی دیدم با یک بازی سیاسی رفته است. حکومت بعد امروز برو اومد یک برنامه‌چه کوچیک نشون داد که با همینم خوب پارتایی که اینا ما بررسی کردیم، صحبت کردیم، شیشتیم. این خیلی بررسی نمیشه. خیلی کیش میدره یک دانشجوی تو را که میزنن لطکوب میکنن چشمش میترسونن. دانشجو خمایل اگه مهاجرو را خب دانشجو تا زدن شما میدره خاموش میشینه. و باز سخنهای با دشنام گفتن تاجیکا را ترکان گفتن، تاجیکا را ترکان نیاز با از چورکا ترکان منو گستالی گفتن نام منو با ترکان موندن در شبکه‌های اجتماعی برو اومدن. خلاصه ما اگر تاجیکستان یا зависимая страна яка ما از روسیه зависимость میکنیم. اگر روسیه نباشه تاجیکستان عوض میشه حکومتش.
مردم уже خودش میفهمه، مردم میدونه که уже در این علومی است. ما انا بعد شما یک چیز رو قید کردید که چرا قرقیزستان درآمد، قزاقستان و ازبکستان درآمدشون زیاد شد. اینا یک در نظر گیریم که اکای شوکت در وقت شروع حمله روسیه به اوکراین کرد، فکر میکنم که اینا همشون سوی استفاده بردن قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان امنی خود کردن. اکا اینا گرفتن هر کس که شرکتایی که برآمد از روسیه به خودشون جلب کردن آوردن در کشور خودشون موندن. همین برای همین اکا درآمدی قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان پیش رفت. تاجیکستان چیکار کرد؟ شما خودتون میدونید در وقت جنگ حمله روسیه برای اوکراین از قفای مبارز کشی شد، از قفای پامیر جنگ کنی شد، از قفای بچه مردم بدخشان کشتن شد، از قفای مبارزه شد، مردم زندان کنی شد. همین راست بود که در وقت شروع روسیه در اوکراین شروع کرد حمله کردن، تاجیکستان بجای گیره جلب کنه همین شرکتایی که برو اومدن ای روسیه همین را جلب کنه در خودش، اینا من برق دارم، اینا من روغن دارم، سانگسودا دارم، اینا به شرکت اساس برای ما پرسنت ارزون میکنم، بیا اساس همین شرکت را بیا ما کار کنیم. نه اینا سوء استفاده نبرد، فقط سوء استفاده مبارزه ش برد. اینا می مردم از سیاه کردن، تروریست مردم خیلی تروریست برآوردن. ای قرقیزستان و ازبکستان یا گرام بدین قزاقستان یا گرام بدین ادمان اینا گرفتن همه شرکت ها رو وقتشون جلب کردن آوردن شینوندن در قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان. چندو شرکت ها رو میدونم که از درآمد در ازبکستان کار کردن، شرکت هاشون اومدن در ازبکستان ساختن. چرا زمین در روسیه درآمد میکنه، روسیه می ازبکستان میخره میبره، برای همین درآمدشون بسیار شده کرد. انا میای اکاشا تشکر برادر. تشکر. بعد اکا شوکت گفتنی هستم که با تا حاضرم من همین زیر جنگ هستم. اکا شوکت باید مردم ما در این جنگ کش نشه. ما باید با سواد چای مردم با فرهنگ ما مردم تاجیک مردم آدم کش نیستیم. اگر ما آدم کش تروریست میبودیم اکا تیم کاید اومده همونجا دوری خودمون جمع میکنیم. یگان کس من ندیدم که شما را مثلا یا گروه سیاسی که با جنگ دعوت کنه. فقط با کاغذ با گپ با سوختن با رفتار گفتار گفته استشون نکرد. و ما حالا هم گفتنی هستم یا این جنگ ما نیست. ما باید مردم خودمون سیاه نکنیم. اینو میخواستن که همین تاجیکا نامشون سیاه کنن که برده در همون جنگ داخلی اوکراین باید بردن تاجیکا را میخواستن برن. اینا همین تاجیکا را ما فکر میکنم میخواستن. این قدر تاجیکا را شونبینی کردن در این شهر روسیه. اینو میخواستن که برن در شهر اوکراین جنگ بزنن، که جنگ دا برن در جنگ تاجیکا را پیش کنن. لیکن اما از این کار دایرو هم نکردن که همین کار کنن، همین کار بتونن کدا. واسه بسیار گروه سیاسی همین جدم بسیار مردم همین جدم با شبکه‌های اجتماعی در همه جا برآمد کردن، گفتن که نره به تاجیکا. همین خیلی هم رفت. اون شخصانی که فریبشون کردن با پاسپورت شهادتنامه همون روسیه را گرفتن گفته رفتن که اوسو مردهشون آوردن. با همین هم شبکه‌های اجتماعی در سرکولاس دادن پارت افتان همه جا که تاجیکا باید نرون همون جنگ. این جنگ ما نیست. ما باید واقعا همین یک دولت دیگه را ضبط کردن گرفتن، یک خودش تروریستی حساب میشه. حالا مثلا حکومت تاجیکستان اعلام کردن که از روی قانون تاجیکستان هر کسی که در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت میکند همچون زرخرید دونسته میشود و به جوابگیری جنایی کشیده میشود. اما یک نفر شهروند روسیه است، مثلا فرض کردیم نگاه کنید اون مهاجر رفته شهروندی روسیه رو گرفته است و شهروندی روسیه رو که گرفتی عهده‌داری حربی به گردنت می شود. یعنی که باید تو وقتی که روسیه به یک کشور جنگ میکند یا که حالت جنگی دارد یا که یگان عملیات جنگی میگذراند، باید وقتی که تو رو دعوت کرد باید که روی اشتراک کنی، همچون یک شهروند عهده‌دار هستی. اما در همین قانون‌های دو شهروندی این مسئله چگونه بررسی می شود؟ نه مقامات تاجیکستان نه مقامات روسیه این رو شرح نمیدن. حاضر مقامات روسیه که یعنی منفعت دار است که این مسئله رو شرح ندهد اگرچه یکون چیزهای قانونی باشد، لیکن مقامات تاجیکستان وظیفه دار هستند که کسایی که دو شهروندی دارند، یعنی هم شهروندی تاجیکستان رو دارند و هم شهروندی روسیه رو دارند، در این حالت ها اگر به جنگ نروند، مثلا
روسیه اونها رو به جوابگیری میکشد. اگر به جنگ روند تاجیکستان اونها رو به جوابگیری میکشد. در همین جا چی طلباتی هست که یک شهروند رو از این مشکلی نجات دهد؟ باید مقامات تاجیکستان و هم مقامات روسیه این رو شرط دهند، خصوصا مقامات تاجیکستان. حالا به جنگ روسیه انا نگاه کنید، یک سال یعنی مارت اپریل مای یک سال 15 ماه شد با جنگ روسیه، یعنی جنگ سر شدن 15 ماه شد. مقامات تاجیکستان همین رو شرح ندادند که یک شهروند تاجیکستان که دو شهروندی دارد، هم شهروند تاجیکستان رو دارد و هم شهروند روسیه رو دارد، اون رو گفتید که شما به جنگ روسیه نروید که همچون زرخرید ما به شما پرونده جنایی میکشیم. اما او شهروند روسیه رو هم دارد، عهده‌داری این رو دارد، عهده‌دار است که وقتی که دعوت میشود به جنگ برود. اگر به جنگ نرود مقامات روسیه رو به جوابگیری میکشند، به جنگ رود شما میکشید. در اینجا در شرطنامه یعنی به امضا رسانیده شده دو شهروندی چی وجود دارد؟ کسی هست که شرط بدهد که یک نفر دو شهروندی داشته حاضر در این حالت ضرر نبیند؟ حالا به جنگ رفتن عهده‌داری حربی چیز دیگر است، لیکن هم به جنگ رفته جنایتکار شوی، هم به جنگ نروی جنایتکار شوی، اینجا نقص قانون است. اینجا نقص قانون است. نقص شرطنامه هست که برای دو شهروندی هر دو کشور راضی شده هستند که شهروندانشان دو شهروندی داشته باشند. اینجا نقص قانون است. اگر نقص نداشته باشد و یگان راه خلاصی از این باشد، باید مقامات انتظامی تاجیکستان، حکومت تاجیکستان برای این قانون یعنی طلبات‌های دو شهروندی را شرح بدهند که در این حالت‌های حربی چی شدنش ممکن. اکا شوقت بینید اینا باید برنامه‌ریزی میکردن برای این موضوع شده، باید برنامه‌ریزی میکردن. اکا شوقت من تا آخر گپ زنم بعد اینا پیوست کنه. اکا شوقت برای این مسئله باید برنامه‌ریزی میکردن و میشستن برای این همین مشکلات باید صحبت میکردن. یا دلیگاسیا قطعی دلیگاسیا تاجیکستان دلیگاسیا روسیه میشتن نماینده‌هاشون صحبت میکردن که نه که همین سخنی که تاجیکستان گفت این اکای خیلی پوبلیک نگفته که وای مثلا کسی که را با جنگ اوکراین ما رو با جوگری کشیده میشه مکا این تشینه هم که موبایل خیچون گفته که در این موبایل ما چند نفر دیدیم که از زندان روسیه کشیده بردنشون با جنگی. حتی نفری که دیده بودیم که در شبکه‌اش مادرش در سر قبر فرزندش دیده کدسته بود، یک 3 ماه دیگه‌اش فهمیده بود که 3 ماه دیگه‌اش مونده بود، همونا با جنگ برده بودن که وای شهروند روسیه نبوده که چیدا پیشگیری نکردن. چندین بچه‌ها را برده بودن جنگ کشیده بردنشون نکرد. چرا اون وقت پیشگیری نکرد حکومت تاجیکستان نکرد؟ برای که حکومت تاجیکستان فکر مردم خچن نمیکنه. اگر میکرد انا اونجا استفاده میبرد که حالی که گراجدانی نومایلا که اون شخصانی که گراجدانی تاجیکستان بودن، اون شخصانی که نامعلوم بود برای چی برای زندان شده بودن، 3 ماهشون مونده بودن، او را به جنگ بردن. وقتی با کشتن آوردن در روسیه در چیواک واگرین گور کردنشون، در حکومت تاجیکستان سخن وی نکرد. اما برای چی میگم تاجیکستان زویس میسترانه تو روسیه که چیزی گفت همو میشود. حالا ببینید پیش از اون کمی برادر نو وارد شدگی سخنتم من یک چیز رو میگم. من خودم در اروپا زندگی میکنم. در روسیه هم 15 سال بودم برادر عزیز. ببینید این رفتارهایی که مهاجرانی، حالا من برای چی روسیه رو عیبدار نمیکنم، روسیه را عیبدار نمیدونم. در همین مناسبت هایی که نسبت مهاجران تاجیک شده ایستاده است، یگان مقامات انتظامی روسیه گناهکار نیست. گناهکار اساسی حکومت تاجیکستان است. بله. ببینید در همین اروپا کسانی که در اروپا زندگی کردگی هستند، در اروپا هستند، یک مهاجر را مقامات نفس کشیدن نمیموند، نفسی همین بیهوده کشیدن نمیموند. دویم زیر نظارت است، هر یک قدمش نظارت است. باید زبان آموزیش رو بقوت کند، باید جای کاری رسمی داشته که باشد، باید درس های اینتگراسیونی بخواند، یعنی خودش رو به حیات زندگی همین مردم موافق کند که
و نه فقط خودت، تمام اهل اویلت فرزندان تو رو هم نظارت میکنن. شما تصور شما نکنید که مثلا گریم اون کارهایی که مهاجران ما به خودشون در روسیه حق میتین، از ده یک حصه‌اش رو در اروپا به خودشون حق داده نمیتونن. از ده یک حصه‌اش رو. انا برای همین اینجا چی است؟ اینجا مقامات تاجیکستان مهاجران تاجیک رو مثل یک چی میگن، مثل یک توده مال از عقلشون برآورده گردن، در سر داده گردن. تمام اینها میروند در کجای روان علف یافته خورده میگردن. تمام که همین در دشت دله فربی شود میبرن کشته میخورن. به مردم یعنی تاجیک مناسبتی مقامات تاجیکستان همین طور است. بیاد برادر عزیز این نفر رو گوش کنیم، نفری که نوارش داد. گپ زنید. با فکرم میکروفونش خاموش است. نه بیرون شدند. گوش کردن. بیرون شد. اکا شفقت اینا من هم در اروپا هستم. در اروپا هستم و نکی که چند سالی که در روسیه که بودم، من 10 سالی که در روسیه بودم، باور کنید من وقتی اینجا اومدم فکر اندیشه‌ام دیگر شد و آدمیزاد خودش دیگر خه میشود. دموکراسی را وقتی میبیند، وقتی میبیند که یک کس نکی حقیقتا دموکراتی است، یک کس یک گپ نمیگوید تو چی ریش موندی، تو چی پوشیده هستی، چی مدرسه میروی، همین خیلی میکنن که تو را جواب میکنن به همین وطن دوست داری، همین دولت علما همین خیلی میکنن که دوست داری اینتگراسیون کنی به همین دولت، اینتگراسیون کنی و تو را تمام چیز شرایط میتین. تو را حق یگان کس نه میلیسه نه خونت میبیه نه پاسپورت میپرسن نه اوسبا یگان چی نمیکنن. تا احترامت میکنن که دیگه خودت همین آدمیزاد خودش کو ده همین خود دل میبندی و در مثل همین میفورد کلان شدن نکرد. ترا نمیگه تو ریش مونده، تو اینا ماچیتو ساخته که برای نماز تبلیغ کن. فقط در حکومت در همین دولت یگان زلال است، نه که دزدی و همه آدم کشی و از کفای زندگی کور درس میتیان. ما شهروند تاجیکستان ما در نگاه که واجد میکنن که ما شهروند اینجا نیستم که ما را با واجد میکنن که ما کار یاد گیرم، آموزم، درس خونم، همه کار کنم با وسر کار با کار میوام میتیان ما که با اینا تا کار اینا مرحمت کار کو کودکا را نگاه میکنن. آیا بیکار موندی، وقتی بیکار موندی 2 روز 3 روز بعد به تو نامه میبیاید. بله از جاب سنتر یا ما میگیم جاب سنتر میبیاید. جاب سنتر 2 روز 3 روز بعد به تو نامه میبیاید. با اینجا به تو جای کاری افتیم، از اینجا به تو جای کاری افتیم، از اونجا به تو جای کاری افتیم. بله بله شما نگاه کنید این چی است؟ مردمی ما در روسیه همین خیلی سر داده موندگی است. اکا شفقت نگاه کنه، ما بخشش گپ کنه بودم رئیس شهر من، همین رئیس ویلا ام پرشی رئیس شهر ما اکا پیاده میگرده، هر روز شنبه یک شنبه میبره نمی خیلی دشتا را توزیع میکنم. اکا رئیس شهر ما اکا اگر انشالله این دفعه کنم من میرم کچون کمک میکنم، یاردم میکنم، خطیم سلام علیکم خیلی رنگی من خیلی میره و سوپرمارکت میذاره یا ماشین فولکسواگن پلاستر داره. رئیس شهر اکا یک ماشین فولکسواگن اخرانی پخرانی میگرده سوپرمارکت تو میدرویم برای اینه که برای همین پرشیم که هر کی وظیفه گرفتگی نماینده دولت است، همین پرشیم رئیس شهر است، تمام چیزش برای همین شهر میکنه، تمام چیز مخصوص برای همین نوبولیغو با بسیارتر برای همین که کودکایی که نو کلان شده برای همه چی واجد میکنن، کیندرگارتن، سادیکای بخچوی کودکا تمام چیزا باور میکنه. اکن اینا دستون در کار نیست، فکر میکنم خیلی ماشین در هم میگه که چیزی شبه برای همین وای شهرک که خودم میکنم تمام چیز تو خودش میبره. روزای شنبه یک شنبه با اکل قطعی همین کارگراشون شهر تازه میکنن. انا فکر کنم شما رفته است یک شهروند همون شهر باشه رفته است میگه که رئیس شهر تازه که است، من میرم دوبارش میدونم میگه تازه میکنم میگه رئیس شهر تمام این خیلی نیست. از ما همین با همین شکمای کلان میروند، همین دست
پشت کرده می ایستند، زنها در پیششان توزه میکنند، مادراشون بله توزه و میکنند، رئیس توزه میکنند. یک فکر میکنم که این دولت باید تمام چیزا میتونه برای خودش کنه نباشن، میتونن نگاه کنه که نه فکری همین فقط خلق میکنه که آینده همین دولت پیش روه. بعد یگون قضیه کودکی که نابلیغی که این دولت ها در اروپا در کلام میشن، اینو با تحت زندگی همیو کلام میشن، اینو هم دیگه خیلی کاروپسیونر دزد خیلی وای نمیشن، چیزی که برای همین دولت میکنن. مثلا این تاجیکستان ما ده این یک رستم امامعلی خیلی میگردد با 7-8 راه را محکم کنه، یک ماشین یک نبره یا تشکیزاره با 4-5 ماشینا میگذره، اینا همش فکری کیسته چون میکنه تاجیکستان، فکری مردم، فکری عبودی اون یعنی یعنی یک نوکاس خودش رو کس نشان دادنش است. یعنی تو اگر یک کس باشی، اگر یک نفری صاحب مرتبه و صاحب احترام باشی، اگر به تو این چیزها نیاز نیست، اما این رو نداشته باشی حتما به طور سنی باید این رو بسازی، یعنی از خودت واهمه سازی، یعنی که واهمه کنی، خودت رو شخص واهمه نشان دهی، شخص کلان نشان دهی و اینها به همین نیاز دارن. شما تصور کنید با ازبکستان خانم پرزیدنت سینگاپور مثلا به هواپیمای ازبکستان پرواز کرد، همون هواپیمایی که از ازبکستان به سینگاپور رفته بود، از سینگاپور باز میگشت به همون هواپیما نشسته آمد، از تاشکند تا به سمرقند به پاییز رفت. اینه میشد است. اینها در یاد ملتشون هستند، در فکر و اندیشه چقدر مثلا تو چه حد بالا برداشتن سطح زندگی مردمشون است. حالا مردم سینگاپور از بایترین مردم کشورهای دنیا حساب میشن. مردم این کشور، شهروندان این کشور به 180 کشور دنیا بدون ویزا سفر میکنن. با قدرترین پاسپورت یعنی شهادتنامه خارجی، با قدرترین شهادتنامه خارجی سینگاپور است. اکنون یک خانم با همون با سطر حجاب، یعنی پرزیدنت یک کشور است، پرزیدنت یک کشور مترقی است، یک کشوری که در یک کوتاه‌ترین مدت از یک کشور فساد زده کمبغل خودش رو به یکی از کشورهای بای پولدار و غنی تبدیل داده است. می بیاید به همین ریس، یعنی خط سیری از پیشش برآمدگی با ازبکستان، می بیاید باز به یک شهر دیگرش به پاییزدی همون خط سیر می رود، یعنی برای مخصوص خودش ماشین مخصوص یا چرخبال مخصوص یا هواپیمای مخصوص نیست. از ما چی است؟ از ما از خوجند به اشت فرض کردیم رئیس جمهور سفر دارد، از دوشنبه تا به خوجند به هواپیما می رود، از خوجند تا به اشت با چرخبال می رود، بله. حتی از این دهه به اون دهه‌ای که می رود رئیس جمهوری ما با چرخبال می رود. فرض کردیم از شیدان به پانغاز رفتنی است، از شیدان به پانغاز با چرخبال می رود. همین خیلی است. و همه این مصرف است یا نه مصرف است. یک هواپیما مثلا رئیس جمهوری تاجیکستان میتواند که به چند کشورهای همسایه با یک خودرو سفر کنه، یک همین خطه یک موتر یک اتوبوس هم میشود، همه کسا دلیکاتش رفت ازبکستان رفت قرقیزستان. چند مسئله است. یکم مسئله این است که خودش میدوند که مردمی نیست، یگانه بله، یعنی دلیل اساسی این است که رئیس جمهوری تاجیکستان مردمی نیست، همین است که از مردم میترسد. تماما قذاب آخر سخنان مردم که نترسیدی تو بین مردم میگردی، میدونی که مردم تو رو دوست نمیدارن، میدونی که در بین مردم کسانی هستند زیاد هستند که تو رو دوست نمیدارن، تو رو نمیخواهند،
برای همین میترسی کارتژ میکنی 10 و 15 ماشین 20 25 ماشین راه ها رو میبندی از سر راه ها حتی انا همین یک بار آقای عبدالله راهنما به ناحیه اش رفته بود همراه نشسته بودیم نقل کرد که وقتی به حصار رئیس جمهور می رود جواری مکه های سری راه را که نه اکنون دیقان امید برده ایستاده است که بعد از 2-3 هفته می دروم اگر همین پخته رسد می روند فرمون میتین که درویده پرتوید میگویند برای چی مبادا از بین جواری مکه ها رئیس جمهور را نشان نگیرد اینو همین لوی رحمه نقل کرد ایسا خودش میترسادن پرزیدنت تیمور چند گکتر همین سری راه جواری مکه کوریده شده رو چی کردن دروانیدن دارویدم میدونم کاملا این بسیار خیلی معجزه شده بود انا کنون به خاطر یک سفر مثلا گفتم یک دهقان چقدر چشم داشته ایستادگیش رو که مثلا گفتم همین حاصل رو گیرم من بعضی از کمبودی های خودم رو برطرف میکنم و ذخیره زمستانه میکنم با مالم یعنی با چوروایم علف میشود خوراکی مثلا گفتم چوروا میشود گفته فکر کردگی تمام محروم ببینید بله رفتنش زلال داره و فایده نداره اکای شوکت تمام همین هر جایی که رود فقط زلال است یگان فایده شما نمیبینیم جایی که رود اون هم است یک فیلم بازی است که مثلا همین درخت هم میبینن کورکوریش همین چند سوچی تا خب بس که همون کوریده ندیدیم یک شرکت کلان است که ما ببینیم که مثلا تو شرکت کلان ساخته همین بس با ترسوزاده رفته بود من همین یک دو شد وقتی رفته بود با همون یک همون شالی را نشون داد اونجا مردم خودش کار کرده است تو کار نکرده است باشه خیلی مردم خودش اونجا مردم مهنتی خودش مردم ترسوزاده خودم رفتم مردم چیزاش یک صورت گرفتن کامera کردن بعد یک دو ماشینی که از گوجه گریس ما آوردن همونا که نمو تاجیکستان وای میبرورن دیگه موتورای جنگی میبرورن همو را یک رکلام کردن تمام همو خیلی اون فکر کنیم اگر یک از تاگو کو شکو فقط این مردم رسپات کردگی ایو پلوی و صرف کردگی مردم خودش صرف کردگی همونجا همشه این 92 میلیونی که 95 میلیونی رو هواپیما خریدگی فکر میکنم که فقط برای همین خودی اویلای خود چه و برای خود چه اون برای یگان نمایندگان تاجیکستان هم نیست و یگان همین حکومت تاجیک برای یگان حکومت تاجیکستان هم نیست من یک تشکیل بحث کردم تو گفتم نه یک فکر کنیم که نه تو به یگان پولان یا پولش سفر میکنه نمایندگان تاجیکستان با همین هواپیمای همین 95 میلیون همین کتی سفر میکنه با گفت نه ما قطعی نمیکنیم ما قطعی با خبره چی گرفته برای یک اویلا است که همه گفته است برای یک اویلا تا میگه ها یک برای یک نفر است هفت مینه که از بودجه دولت چون هواپیما میخره فقط برای یک اویلا باشه گفتم خوب نکنیم همین هم دیده بود طرفداراش برومده بود همین خیلی خیلی اوجه مغزشون ششتگیان که شوخر اینا همین طرفدارای رحمان هم 20 شد ما را همین 30 سال اینا مغزشون ششتگیان است تو بگه که پیشو که گفتگیان دیگه اینا دامو شب خوابشون پیشوشون هم میبینن با فکر تشکر زیاد برادر عزیز آقای شوکت رحمت خانم که ما را قبول کرده و بهترین کانال است مردم لایک بزنن مردم و مال خطا با نگهبان باشه سلامت باشید برادر تماشاگران عزیز من همینجا به یک چیز اشاره میکنم کشور چین تا سال 2010 همین چند 13 سال پیش به کشورهای دور نزدیک تماما قرض نمیداده است قرضش یعنی قرض خارجیش یعنی به خارج قرض دادنش به 0 برابر بوده است تو سال 2010 این خیلی کم بعد از این سال حاضر همیشه به روزها اعلام کردن که 240 میلیارد دلار قرض دادگی هستند 240 میلیارد دلار حالا قریب 3 میلیارد دلارش این 240 میلیارد دلار ما قرض هستیم هر یک شهروند تاجیکستان 300 دلاری قرض است در یک خونه اگر 6 نفر باشن 1800 دلار قرض هستند از خطایی
از چین. شما تصور کنید بعضی کشورهای هستند که به حالت دیفالت دچار شدگی هستند، یعنی دیگه قرضشون رو دادن نمیتونن، قرضی از خطای گرفتگیشون رو بازپس گرداندن نمیتونن، در حالی که قرض گرفتگی رو قرض از خطای گرفتگی بازپس گردانیده نمیشود، خطای طلبات‌های خود رو دارد، بی نهایت بیرحمانه پرداخت قرضش رو خطای طلب میکنند و چند کشورها بندرهای خود رو به خطای دادگی هستند، فرودگاه‌های خود رو به خطای دادگی هستند. در تاجیکستان نام همه خیلی است. تاجیکستان قرضش رو دادن نتونست، کانهای طلا رو در اختیار خطای گذاشت و کتایی‌ها گفتن که این کان رو تمام میکنیم اگر قرض تاجیکستان خلاص نشد دیگه کانش رو میگیریم. حالا وقت قرض 3 میلیارد دلار به این ربط ندارد، این همون قرض‌هایی است که تنها اونها چی پشتگی هستند. مرکزی برق و گرمایدهی به تاجیکستان ساخته دادگی هستند، تنها به همون ربط دارد. یعنی با یک ساختن مرکزی برق و گرمایدهی تاجیکستان رو اینقدر سرخم و زبون کوتاه کرده است که به این منال طرف جانب خطای میگوید که ما این کان طلا رو تمام طلاش رو میگیریم به چی میبریم، بر میکشیم، میبینیم که قرضی گرفته تاجیکستان برای ساختن مرکزی برق و گرمایدهی تمام شد یا نه، تمام نشد دیگه کانش رو میگیریم، تمام نشد دیگه کانش رو میگیریم، تمام نشد دیگه کانش رو میگیریم. حالا چند کان رو گرفتند. اکثریت کانهای تاجیکستان به خطای ربط دارد، حاضر در دست خطای است. حالا درباره ما یک مرکز برق و گرمایدهی گپ زده ایستادیم، یک دو درباره یک دو انشاءات. این درباره 3 میلیارد دلار گپ رود چی میشد این تاجیکستان؟ چقدر تاجیکستان رو داده خلاص میشد؟ یک بار اینم دیده برآمدن در کار، حسابش کردن در کار است. حالا ببینید ما حکومت تاجیکستان رو هم گناهکار میکنیم، لیکن در همین اگر یک همسایه مثلا گیریم یک دو وجب وقت دیوار زدنش از زمینی تو به طرف خودش در آورده دیوار زد دم نزدی، همسایه دیگر میبیند اونم همین کار میکند، بعد میگوید که او دو وجب در آورد دم نزدی اکنون زوریت رو به من نشون میدهی، اینم میدرارد، بعد بازی دو وجب دیگر میدرارد، همین طور تنگ میشوی. حالا گفتی عبدالقادر رستم شتر شتر شته شته این از این طرف روسیه زده شده است، از این طرف چین زده شده است، به همین حالت دچار شدیم. چرا از تجربه ترکمنستان استفاده کرده نتونیم، از تجربه ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان استفاده کرده نتونیم؟ این طرف روسیه سرخم و زبون کوتاه باشیم، دستنگر باشیم، پایبند باشیم، اون طرف خطای و ما نه فقط از خطای روسیه زبون کوتاه هستیم، حتی نمیتونیم با همین همسایه های نزدیک خودمون مثل قزاقستان و ازبکستان حتی مثل همین قرغیزستان چه یک مناسبت حسنه داشته باشیم. نتوانسته شدیم. واقعا سیاستمون نادرست است. چند وقت شد با قرغیزستان سیاستمون حالا حل خود رو نیافته است. این یعنی در دیپلماتی ما سستی کرده شدیم. ولی تاجیکستان بزرگ است، تاجیکستان به قوت است. اگر دیپلماتیش به قوت باشد این وقت به جنگ، به جدال، به خونریزی با روسیه ببخشید با قرغیزستان تمام مسائل مرزی رو حل میکرد. اما چرا نتوانسته شده است؟ برای که دیپلماتی سست است، برای اینکه سیاست خارجی سست است. یک معلم مکتب رو میبری
وزیر کارهای خارجی میمونی، یک معلم مکتب دیگر رو میبری رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان میمونی، یک شاعر تخیلی دیگر رو میبری وزیر کارهای داخلی میمونی، یک دیگر شیمی کلاس پوش میبری وزیر دفاع میمونی. چی میشه حالتی یک کشور؟ شما مسخره کردید دولت داری رو. اینجا برنامه دیدگاه به نهایت خود رسید. کسانی که تا این وقت با ما بودید، نزدیک به 1000 نفر ما را صبر کرده طول این نزدیک به 2 ساعت تماشا کردید. به یکایی که شما تشکر میکنم. اما من از عهده هیاهو ولوله نمیبرایم. چیزی که میتونم همین است که با معلومات، یعنی با دلیل، با فکت صحبت داشته باشیم. برای این نه فقط به قوه ذهنی خودم تکیه میکنم، بلکه از دوستانم خواهش میکنم که فکر اندیشه های خودشون رو بگویند تا اینکه در اینجا ذکر کنیم، تا اینکه برای شما یک معلومات درست رسانده باشیم، یک چیزی گفته باشیم که مفید باشد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.